سلام به شما که همراه ما هستید. خب فردا 7 می یه روز خیلی مهمه، حداقل برای فعالان بازارهای مالی. بله، روز جلسه فدرال رزرو برای تصمیم گیری نرخ بهره است. دقیقاً. و حتی اگه همونطور که خیلی‌ها پیش بینی میکنن خود نرخ بهره تکون نخوره، لحن صحبت‌های جروم پاول رئیس بانک مرکزی خیلی مهمه. میتونه مسیر ماه‌های آینده رو مشخص کنه. کاملاً. هدف ما هم امروز همینه دیگه. یه نگاه عمیق‌تر بندازیم، ببینیم چی میشه انتظار داشت. هم از خود جلسه، هم از اون کنفرانس خبری بعدش. آره، چون کلی داده اقتصادی داریم که بعضیش خوبه، بعضیش بده. وضعیت ژئوپلیتیک هم که هست، میخوایم ببینیم چه سیگنال هایی رو باید دنبال کنیم تو حرفای فردا. انگاری که بخوایم نبض اقتصاد جهانی رو بگیریم، یه همچین چیزی. و خب این مستقیما روی زندگی شما اثر میذاره. یعنی هزینه وام هاتون، ارزش سرمایه گذاری هاتون، حتی قیمت چیزایی که میخرید. پس مهمه که بدونیم چه خبره. الان وضعیت کلی اقتصاد چطوره؟ یه تصویر کلی میدید؟ ببینید، تصویر یکم صادقانه بگم گیج کننده است. از یه طرف چیزای مثبتی داریم، مثلا شاخص تورم هسته‌ای. همونی که قیمت غذا و انرژی رو حساب نمیکنه؟ آره، دقیقاً همونی که فدرال رزرو بیشتر بهش نگاه میکنه. اون یه کمی اومده پایین، رسیده به حدود 2.5%. خوبه دیگه؟ خوبه، ولی نکته اینجاست که هنوز از اون هدف 2% بالاتره. یعنی هنوز کار داره تا به اونجا برسه. آها، در کنار این تورم که هنوز کامل پایین نیومده، وضعیت رشد و کار چطور بوده؟ اینجاست که قضیه پیچیده میشه. بازار کار یه نشانه‌هایی از سرد شدن داره نشون میده. نرخ بیکاری رفته بالا، رسیده به 4.2%. که این میتونه برای کنترل تورم خوب باشه، ولی از اون طرف رشد اقتصادی واقعاً نگران کننده است. 3 ماهه اول امسال یعنی 2025 اقتصاد آمریکا 0.4% کوچیک شده. انقباض داشته. این خیلی بده، اونم وقتی تورم هنوز بالاست. دقیقاً، یعنی فدرال رزرو توی وضعیت خیلی سختی گیر کرده. تازه به اینا ریسک‌های بیرونی رو هم اضافه کنید، مثلا تنش‌ها تو خاورمیانه، تحریم‌های نفتی روسیه، اینا همه رو قیمت انرژی اثر میذاره. پس با این همه داده ضد و نقیض، به نظر میرسه خود تصمیم فردا راجع به نرخ بهره خیلی غافلگیر کننده نباشه. اکثرا میگن ثابت میمونه، درسته؟ آره، احتمالش خیلی بالاست. بالای 95% میگن ثابت میمونه. ولی چیزی که واقعا مهمه و همه منتظرشن اون بحث راهنمایی آینده است، یعنی forward guidance. یعنی اینکه پاول و بقیه اعضای کمیته چی میگن در مورد آینده، مخصوصا در مورد احتمال کاهش نرخ بهره تو ماه‌های بعدی. دقیقاً این نقطه کلیدی ماجراست. خود بیانیه‌ای که منتشر میکنن مهمه، ولی به نظر من اون بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری پاول حتی مهمتره. اونجا میشه بین خطوط رو خوند؟ آره، تحلیلگرا سعی میکنن از لحن پاول، از مکس‌هاش، از کلماتی که استفاده میکنه بفهمن که واقعاً تو فکر کمیته بازار آزاد فدرال چی میگذره. چقدر نگران تورمن، چقدر نگران رکودن. یعنی دنبال اینن که ببینن آیا اشاره‌ای میکنن که شاید تو جلسه بعدی، مثلا ژوئن، بخوان سیاست‌ها رو یا نه. بله، دقیقاً. تو یه خبرایی بود در مورد تقلب تو گرفتن مزایای کاری که شاید آمار رو یکم به هم ریخته باشه. بله، اونم میتونه روی تحلیل بازار کار اثر تصمیم‌گیری رو پیچیده تر. واقعاً